هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی. هی یه چیزی پیدا کردم. وسایل قدیمی مامانمه. وای کلی نامه عاشقانه. آره. اون دیگه چیه؟ یه دوربینه. اینجا رو مامانته. تا حالا اینو ندیدم. انگار مال قبل از مرگشه. شاید با این دوربینه گرفته. از کجا خریدش؟ توی حراجی. وای چه باحال. از اینجور چیزا خوشش می اومد. آها این کیره گلان عکسمو لایک کرد. ببخشید گفتم یکی از مال خودتو بردار. اون لباس ساراه، فقط توی ساحل اونو میپوشید. خب بیا با هم یه عکس بگیریم. واقعا؟ میخوام عکس خاصی باشه. یه چیز خاص، یه چیزی که فقط مال خودم باشه. باشه؟ چی تو سرت میگذره؟ که عکسو با این بگیریم. Are you ready? خراب شده؟ نه فقط یکم طول میکشه. ای وای باید برم. خوب افتادی. ممنون. لیندا کسی اونجاست؟ سلام.
لیندا، کارت اصلا با مزه نیست. پولاروید، پخش از گپ فیلم. سلام. اسمتون چیه؟ برد فیچر. میخواین اونو در بیارین؟ خب نه میذارم بمونه، ممنون. خیلی خوب، لطفاً لبخند بزن. سلام. سلام. مشتری اومد؟ میدونی من اینجا کار میکنم چون هیچ مشتری نداره، نه؟ و چون که عموی من به تخفیف میده. تعمیرش کردی؟ نه هنوز نه. به هر حال ممنونم که جای من وایسادی. اینجا رو نگاه، از حراجی برات یه چیزی گرفتم. واقعا؟ آره؟ ممنون. چی هست؟ وای خدای من، یه اسیکس 70. آه لعنتی. خوشت اومد؟ تایلر اینو از کجا پیدا کردی؟ واقعا تا حالا چیزی تو دنیای واقعی شبیه این ندیدم. دیگه اصلا نمیسازنشون. تو دهه 70 دیگه چند سالی میساختنشون. وای. این مدل انزل آدامز و واکر ایوانز استفاده میکردن. ببینم اونا عکاس بودن. درسته، آره میدونم. به هر حال یه دونه فیلم داره همراه با یه دونه کیف خیلی باحال. خیلی خوبه. میخوای یه امتحانی بکنی؟
آره. میخوای ازت عکس بگیرم؟ نه ممنون، واسه امروز یه بار کافیه. پس اگه خواستی میتونی روی من امتحانش کنی. باشه. خب آره کنار اون چیزه وایسا. آره خوبه. باشه یه لحظه صبر کن. 2 لبخند. کار میکنه؟ نمیدونم. هی داری چی کار میکنی؟ متاسفم نمیدونستم که. نه میدونی چیه؟ نه اشکالی نداره، من به هر حال داشتم میرفتم. باشه بعداً میبینمت. برت هی برت قابش یادت رفت. جاش گذاشتی. سلام. میخوای الان کار کنی؟ آره یه شیفت دیگه هم برداشتم. مامان میدونی که مجبورم. به یه دردی بخور لطفاً، کمکم کن کلیدمو پیدا کنم. مامان درست جای همیشگیشونن. ممنون. اوضاع همیشه اینجوری نمیمونه. باشه دوست دارم. منم دوست دارم مامان. چیزی نیست پسر جون، ببین فقط یه دوربینه. هی پسر میخوای ازت عکس بگیرم؟ نید هی خدای من، تو بلدی در بزنی یا نه؟ خب در باز بود ولی قیافت دیدنی بود. ند سلام. وای کی پسر خوبیه. ند ببین میخوای امشب با هم بریم بیرون؟ اونو وارد این ماجرا نکن، بعدا راجبش حرف میزنیم. زود باش پسر، بودو زود باش پسر خوب. خب مامانت چطوره؟ هنوزم با هم حرف نمیزنه، پس فوق‌العاده است. واقعا؟ آره به داداشم گفته داره دعا میکنه، انگار با این کارا من درست میشم. متاسفم، این مزخرفه. حداقل خوبیش اینه که 1.5 سال دیگه میرم دانشگاه. آره هنوزم میخوایی بری؟ آره مطمئنن. تو نظرت عوض نشد؟ نه هنوزم میخوام مثل بابام روزنامه نگاری کنم.
خب امشب میای بریم مهمونی یا نه؟ نمیدونم. بی خیال بابا، وسط هفته است و لباس مخصوص میخواد یا نه؟ آره، چون افری وقتی تو بلیز بود هالووینو از دست داد. بی خیال لطفاً. تازه کانرم میاد. میدونی که نمیخوام وسوسه‌ت کنم، ولی هفته پیش تو شنای سرعتی دیدمش. به نظرم که خیلی جذابه. وای خدای من، تو اصلا از پسرا دلت هم بخواد خیلی خوش تیپه که. خب الان دارم به تیپش فکر میکنم. آها درستش همینه. میدونی که خوشت میاد. میدونی بچه‌ها تو مدرسه دختر شالگردنی صدا میزنن؟ شاید. ببین به خاطر همینم که شده باید امشب بیای. بذار دور و بریا واقعا بشناسنت. ببین من واقعا چیزی برای پوشیدن ندارم. میدونستم عجیبی، یه چیزی برات آوردم. یه شنل قرمز؟ چشه مگه؟ بی خیال، یه جورایی زایه نیست. یه گرگ میگیردش و یه نجار نجاتش میده. خب اگه تا یه رو به دیگه تونستی یه لباس بهتر پیدا کنی جورش کن، چون تا موقع باید بریم. Watching the world fade, praying to take your breath away. افری سلام. سلام. وای اون لباس پرنده خیلی واقعی به نظر میرسه که در واقع اونو پوشیده. ما میدونیم یه پرنده واقعی خونه رو ترک نمیکنه. هی منم بعضی وقتا میرم بیرون. به خاطر کار بیرون رفتن که حساب نیست. آماده این؟ تو ماشین نمیشه، بابام بوشو حس میکنه. تا دوشنبه نمیاد. آره ولی بوشو میفهمه. چیه دوباره افتادید به جون هم دیگه؟ آره. اما اون سالگردمون رو فراموش کرده. اون بهم یادآوری نکرد. این کار من نیست که بهت یادآوری کنم. خب هنوزم نمیتونی توی ماشین سیگار بابا بکشی. بلکن بیخیال. نه. هی میدونین چی شنیدم؟ معنی مخفف عزیزم به دانمارکی میشه بیریخت. انگاری که خب این این تو رو جایی ببریم. برون دیگه بیریخت. به من نگو بیریخت. داری شوخی میکنی؟ نمیتونه واقعی باشه. درست میگم؟ چرا داری میخندی؟ این اصلا خنده دار چرا؟ نیست. خنده داره. نیست. چرا هست؟ بهت میگم نخند، لبخندم نزن. میزنم. بهت میگم نخند. این حساب میشه خیلی پات. خوب. آماده ای؟ آره میریم مهمونی. برو بریم. خوبه. خیلی زشته. بامزه است. چی؟
رسیدی. خوبی؟ آره. Avery! Means! Hi! You guys look great. Everybody get in. Pics or it didn't happen. Oh gosh, okay. Hey girl, what are you dressed as? A sexy fortune teller. Come on. Move. Everyone who comes in gets a card. اینم واسه شما دوتا مرغ عشق. Casey. اینم مال تو. این مال منه. It's perfect, right? Yeah. And you... تو فقط یکی بردار. باشه. آره این خوب نیست. میتونم دوباره امتحان کنم؟ اینطوری کار نمیکنه. Hey, Becky J! Oh my god. Stop obsessing and just get a drink. Not really in the mood. Whatever. Just promise me you're not gonna hang out alone in a dark corner like a weirdo. Of course not. خب عکس چطور شد؟ چی؟ اون تو بودی درسته؟ همونی که پشت دوربین بود. ازم عکس گرفتی؟ نه من عکسی نگرفتم، فقط داشتم یه تست دوربین بود. پس تو نبودی که عکس گرفتی؟ نه یکم عجیب میشه. آره یکمی. هی بیا بگیر بشین. اسم من کانره. میدونم. یعنی سلام، من بردم. برد. اسم قشنگیه برد. ممنونم. انتخاب پدرمه. وقتی به دنیا اومدم یکم عجیب بودم. اون چیه؟ این یه X70. این که دوربینه. آره یکم قدیمیه. تا حالا ندیدم کسی از همچین چیزی استفاده کنه. از کجا گرفتیش؟ من تو یه عتیقه فروشی کار میکنم. واقعا؟ وای حتما تو این سن برات خیلی سخته ها. من 82 سالمه. فقط یکم خوب موندم. یه چیز جالب میخوای راجبش بدونی؟ انگار تنها آدم تو دنیام که اینو داره، نه؟ هی اوه اینجا چه خبره؟ شما میدونید که نه تو میدونی؟ امشب چه شبیه؟ ببینید امشب سالگرد اول من با ایشونه. عکس دست جای بندازیم. خب آره زود باشه نلو قرمزی کشم. من آمدم. سب کن یه دم بیارش پایین. چه زاویه دستی تو باید عجیبیه. درست بگیری. سب کنین من میگیرم. میتونم با این بگیرم. با این. ببخشید کسی اینجا از عتیقه فروشی خرید میکنه؟ این شکلی چیزی. خیلی خوب. سب کن تو نمیخوای با همون عکس بگیری؟ نه من پشت این دوربین جام بهتره. بسیار خواب تو شماره 5 زوزه بکشید. 5 4 3 2 1.
خوب شد. به جز سر بزرگ کیسی که صاف وسط عرصه. خیلی هم دلت بخواد. آره تقریبا. یه نوشیدنی دیگه. آره منم همینطور. شما هم با هم خوش بگذرونید. خوش بگذر بچه‌ها. هی تو باید تو عکس بعدی حتما با ما باشی. پس شماها دارید بدون من عکس میگیرید. سلام. این اصلا چجوری کار میکنه؟ شبیه یه آکاردیون کوچیکه. آره یه دگمه قرمز هست که باید فشار بدی. این که خالیه. آره 1 دقیقه زمان میبره تا ظاهر بشه. لعنتی پلیسا. چه بدشانسی لعنتی. من کلانتر پمبروکم. چرا اینجا؟ مامانم حالش خوبه؟ حالا مامانت خوبه، تو راهه. باشه خب چه خبر شده؟ تو با تایلر دریل تو عتیق فروشی خیابون داربی کار میکنی درسته؟ آره باهاش کار میکنم. آخرین باری که دیدیش کی بود؟ حدود ساعت 6 وقتی از مغازه در اومدم. متاسفم که اینو باید بهت بگم ولی تایلر مرده. چی؟ نه من تازه پیشش بودم. حالش خوب بود. با کسی به مشکل برخورده بود؟ کسی میخواست بهش صدمه بزنه؟ نه این اتفاق واقعا افتاده. آخرین بار که دیدیش کی بود؟ به نظر مضطرب میومد؟ نه به نظر عادی بود. باشه یه چیزی یادت اومد؟ یه زنگ بهم بزن. فیچر تو دختر دان فیچری؟ آره من تو شب حادثه اونجا بودم. باید بگم تو خیلی شجاع هستی. بردی اینجا هوا خیلی سرده عزیزم. سرما میخوری. میخوای راجبش حرف بزنی؟ نه شاید نمیدونم. این به نظر عادلانه نمیاد. میدونم چرا باید کسی این کارو بکنه؟ Party's over. Love you all, but get the hell out. Go!
مطمئنی امروز میخوای بری مدرسه؟ میتونم توی خونه باهات بمونم؟ نه طوری نیست. خب راجبش فکر کن باشه؟ سلام کیسی، چه خبر؟ باورت نمیشه چی شده. ایوری از پله‌های زیر زمینش افتاده، مرده. چی؟ اونا فکر میکنن تصادفی بوده، ولی آخه چطوری امکان داره؟ بهت زنگ میزنم. برید. سلام. سلام. باورت نمیشه چی شنیدم. بچه‌ها میگن مادرش اومده تو زیر زمین پیداش کرده، بدنش کاملا به هم گره خورده بود، مثل فیلمای جنگیری. چیه؟ این اصلا چطور ممکنه که 2 نفرشون تو یه روز بمیرن؟ اصلا منطقی به نظر نمیرسه. منظورم اینه که آوری اصلا زیاده روی نمی کرد. اگه نیفتاده باشه چی؟ اگه اتفاقی براش افتاده باشه چی؟ ببین اون چیزو میبینی؟ تو عکس گروهی اون لکه یه لکه نیست، این برای من که مثل یه لکه به نظر میاد. بچه ها این سایه درست مثل همینو دیشب قبل از مهمونی تو عکس تایلر دیدم. داری راجع به چی حرف میزنی؟ یه عکس ازش گرفتم با این درست قبل از مرگش. و اون سایه توی عکسش بود؟ صبر کن چی؟ من که هیچ سایه‌ای نمیبینم. نه منظور منم همینه. بعد از اینکه تایلر مرد اون سایه رفت تو عکس ایوری و وقتی ایوری مرد دوباره حرکت کرد. فکر کنم همه تو خطر باشین. زود باش برد، باید اینو بذاریم تو کریپی پاستا. فکر کنم اگه ازت عکس بگیره تو میمیری. اول تایلر بعدم ایوری. نفر بعدی یکی از شماهین. نمیدونم شاید همتون. حتی عکس زیاد خوبی هم نیست. اونی دوربین جادویی نیست ایوری. اگه واقعا میترسونتت میتونیم از شرش راحت بشیم. دوین صبر کن. نه دوین چیه این عکس احمقانه است دیگه. مشکل حل شد. این دیگه چیه؟
باورم نمیشه. آخه چطوری به یه عکس مرتبطی؟ چطور ممکنه؟ نمیدونم. منظورت چیه که نمیدونی؟ این دوربین توه. آره ولی اینطوری نیست که تو دفترچه راهنماش باشه دوین. بذارین. نه تا زمانی که نفهمیدیم چه خبره کسی بهش دست نمیزنه. باشه. ببخشید اگه میخواید دوستتون رو ببینید الان حالش خوبه. باشه. و شما خانم جایی نرید یکی میاد که جمجمتون رو ببینه. ببین چی به چیه برات. درستش کن. اصلا اینو از کجا گرفتی؟ من نمیدونم. تایلر دیروز از یه حراجی آوردش. جعبه ای چیزی نداشت؟ نه فقط این فیلم ها و کیفش. کیفشو کجا گذاشتی؟ مطمئن نمیخوای این کارو انجام بدی؟ منظورم اینه اگه بخوای میتونم بات بیام. نه چیزی نیست. تو اون عکسی باید اینجا بمونی. کی میگه که توی ماشین امن‌تره؟ خب ببین اگه پلیس بیاد بهتره که تو اونجا نباشی. باشه فقط اگه چیز عجیبی دیدی بهم زنگ بزن. امیدوارم هر چه زودتر تموم شه. هی حتی اگه توی عکسم نباشی مراقب خودت باش. خدای من تایلر. گرفتمت. خیلی خوب. یالا بودو. بیا بریم. باید بریم. بشین تو ماشین. عجله کن. حالت خوبه؟ کانر یه چیزی اونجا بود. چی؟ نمیدونم. چرا افتاده بود دنبال من؟ چون تو هم تو عکس افتادی. چی؟ به انعکاس نگاه کن. تو هم داخلشی.
هی با والدین حرف زدم، امشب قراره برگردم. سالگردمون مبارک. خیلی دوست دارم. منم همینطور. میرم پرستار رو بیارم. سری برمیگردم. Hello? کانر. مینا به هم گوش کن، شما تو خطر این باشه یه چیزی تو عتیق فروشی به هم حمله کرد، ممکنه دنبال شما باشه، فقط تنها نباشی. خب کسی اینجا نیست. لعنتی. کسی اینجا نیست. اونجا داری چی کار میکنی؟ با پرستار صحبت کردم، گفت دارم بهت میگم اون خودکشی نکرده. باشه؟ آروم باش. چطوری آروم باشم؟ تو گوش نمی کنی. سعی کن آروم باشی. میرم این دور و بر رو یه نگاهی بندازم و برگردم. خیلی متاسف. به من نزدیک نشو. همش تقصیر توه. تو این کارو کردی، اون به خاطر تو مرده. دوین بس کن، این تقصیر اون نیست. تقصیر اون نیست؟ کی اون دوربین لعنتی رو برداشت آورده؟ کی عکس گرفت ها؟ متاسفم. حالت خوبه؟ نه. یکم داغ کرده بود اون، اصلا منظوری نداشت. نه، حق با اونه. حق داره، این تقصیر منه. همیشه تقصیر منه. منظورت چیه؟ بابام اون یه گزارشگر بود، برای روزنامه شهر کار میکرد. به هر حال یه شب وقتی 12 سالم بود داشت میبردم خونه یه دوستم برای اینکه اونجا بخوابم. نصف راهو رفته بودیم که گفت میخواد بره یه جایی یه چیزی رو بهم نشون بده که داشت روش کار میکرد. من گفتم میخوام برم به اون مهمونی.
بهش گفتم نمیخوام. بعد اون برگشت. برای همین تصادف کردیم. کینگ مووی. این تقصیر منه مگه نه؟ این تقصیر منه. همیشه تقصیر منه. من متاسفم. نه من متاسفم. متاسفم. شرط میبندم اگه اون اینجا بود بهت میگفت که اصلا تقصیر تو نیست. نه اگه اون اینجا بود سعی میکرد بفهمه چرا. هر چیزی بین اکتبر تا دسامبر 1974 پیدا میکنی بردار. پیداش کردم. خدای من، سال 1974 3 تا پسر تو لوکاس هاربر دزدیده و کشته شدن. رولند جوزف سیبل مردی بود که مسئول رو بودن و کشتن 3 نوجوان بود تو بندرگاه لوکاست. اون معلم عکاسی بود. رونالد جوزف سیبل. RJS. این دوربین اون بوده. و این چیزیه که اون ازش استفاده میکرده. عکسای اونا رو میگرفته. مظنون رونالد جوزف سیبل قبل از اینکه به دانشگاه برده بشه تیر خورده و کشته شد. این خیلی مسخره است، چون ما نباید فقط به خاطر یه عکس احمقانه بمیریم. میخوام بدونم تو چطوری ازش فرار کردی و مینا نتونست. نمیدونم دوین، میشه بشینی تا اینو حلش کنی؟ باشه خب. وقتی افتاد دنبال من نزدیکم یه چیزی گرم شد و یه حالت تار و عجیبی گرفت. یه چیز تار؟ منظورت چیه؟ وقتی داری عکس ظاهر میکنی باید مواظب باشی، چون نور و گرما میتونه عکس‌ها رو خراب کنه. خب این یعنی چی؟ شاید این چیز مثل که عکس رفتار میکنه، شاید فقط تو تاریکی ظاهر میشه. به خاطر همین الان اینجا نیست. ببین ما نمیتونیم همینجوری صبر کنیم تا اون هممونه بکشه. باشه؟ هر کدوم از ما میتونه نفر بعدی باشه. خیلی خب، ببینید من اینا رو پیدا کردم. عکسای تسخیر شده، دوربینایی که عکس روح‌ها رو میگیرن. اینو اما چطوری میشه که سایه داخل عکس میفته دنبال ما؟ وسایل نفرین شده. بعضی موقع از صاحبشون انرژی میگیرن و راجع به روح‌ها اونا همیشه یه کار ناتموم دارن. ببینین این خونه اونه. شاید یکی به اسم سیبل هنوزم اونجا زندگی میکنه. میگه از سال 1977 به بعد مال آنا فرادی بوده. لعنتی. ما همه داریم وقت رو تلف میکنیم و اگه نفهمیم چی به چیه اون موجود میاد دنبال ما. نمیدونیم این کوفتی چطوری کار میکنه. پس بیاین بفهمیم. دوین اون دوربینو بذار پایین. بس کن. دست نزن. گفتم بدش من. دوین بس کن دیگه.
اتفاقی بود. بچه ها داره تکون میخوره. ترتیبش عوض شد. دوین نکن. من قرار نیست نفر بعدی باشم. دوین بس کن دیگه، بذارش زمین. این تقصیر اونه. دوین دوربین رو بذار روی میز. اگه خاطر اون نبود مینا هنوز زنده بود. این حقیقت نداره. این تقصیر اونه که مینا مرده. نه بذارش زمین. خواهش میکنم. تقصیر توه. دوین بس کن. دوین بذارش زمین. بذارش زمین. چی؟ بام چیکار کردی؟ نمیتونم. بام چیکار کردی؟ بام چیکار کردی؟ بلام کنی. چه خبرتونه؟ تو نمیفهمی اون در خطره. آره اون در خطر محکوم شدنه. هی بی خیال، مردم تازه دوستشو از دست داده، اون اصلا عقلش سر جاش نیست. نمیده که یکی از افراد منو بزنه. ببینین ما ازش یه عکس گرفتیم و این چیزی که تو دوربینه میخواد بیاد. چیز تو دوربین؟ میدونم احمقانه به نظر میاد، اما این دوربین متعلق به یه قاتل سریالی بوده و الان داره دوستای ما رو یکی یکی میکشه. باشه ببین، من میدونم، درک میکنم براتون سخت بوده. حادثه اوری، خودکشی مینا، حادثه اتفاقی که خودکشی نبود. میکنم بعضی وقتا واسه سر کله زدن با همچین غمای ما داستانای سر هم میکنیم، افسانه های محلی بهش میگن. درسته، جز این که این یارو افسانه نبوده، واقعی بوده. اون 40 سال پیش تو این شهر زندگی میکرد و اسمش رونالد جوزف سیبل بود. ببین تو با حرف من گوش کن. حالا اون برگشته و ما هم دوربینشو داریم و یه جورایی داره بهش کمک میکنه این قتل رو ادامه بده. تمومش این کنم. خونه اونه. خب اگه بتونیم بریم اونجا. اگه بشنوم که یه بار نزدیک اون خونه شدین، شما مثل اون دچار دردسر میشین. یه دقیقه باش تنهاتون میذارم، ولی بعدش میخوام برین خونه، بی خیال همین چیزا بشین. واقعا که دستت چطوره؟ عزتم میکنه. بابت چیزایی که گفتم خیلی متاسفم. میدونم اتفاقی که واسه مینا افتاد تقصیر تو نبود، ولی شاید این که من نفر بعدی هم بعد کافی براتون زمان بخره. کیسیه. بگو یه همسایه قدیمی پیدا کردی؟ نه بهترش رو پیدا کردم. واقعا؟ آره، معلوم شد آنا فرادی این خونه رو سال 77 نخریده، فقط سند رو زده به اسم یکی دیگه. اسم واقعیش لینا سیبله. اون همسر رولانده. باید برید اونجا رو بررسی کنید. من اینجا میمونم، حواسم هست. میتونم بهتون کمک کنم؟ سلام. بله خانم سیبل؟ کسی اینجا به این اسم نیست. صبر کنین من دوربین همسرتون رو دارم.
ببینید میدونم شما اسمتون رو تغییر دادین خب، ولی شما همسر رونالد جوزف سیبل بودین درسته؟ و این دوربینش بوده نه؟ نه. خب حروف اول اسمشو داره، ببینین RGS. ربکا جین دخترمون بود. اون بیرون چه خبر شده؟ این دخترتونه؟ چقدر زیباست. زیبا بود. متاسفم. چه اتفاقی براش افتاد؟ این قسمتی از داستانیه که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. ببین، فقط چون زیبا بود دلیل نمیشه که مشکلاتی هم نداشته باشه. ربکا خدا رحمتش کنه عقب مونده بود، توی دنیای خودش زندگی میکرد. تنها چیزی که اونو از اون دنیا در می آورد این دوربین بود. بعد از این که ما این دوربینو بهش دادیم اون خیلی بهش وابسته شد. با خودش هر جایی می بردش. بچه ها تو مدرسه به خاطر دوربین مسخرش می کردن. یه جورایی اوضاع از کنترل خارج شد. یه شب 4 تا بچه فریبش دادن که بیاد بیرون. ربکای بیچاره چیزی نمیدونست. اونا بهترین داراییشو ازش گرفتن و بر علیهش استفادهش کردن. اونا عکسای مزخرفی گرفتن که هیچ والدینی هیچ وقت نباید ببینه. روز بعد اونا عکسا رو توی مدرسه پخش کردن، تحقیرش کردن. اون حس خجالت به حدی زیاد بود که نتونست تحملش کنه. ما جفتمون داغون شدیم. و بعد رولاند اون عکس‌ها رو دید. نسبت به اون دوربین وسواس پیدا کرد، ولی مجازات اون 4 تا بچه به خاطر سنگدلیشون، اون میخواست اونا زجر بکشن. همین کارم کرد.
شوهرم انتقام یه پدر رو نشونشون داد. خشمش اونو تبدیل به یه قاتل کرد. بعد پلیسا گرفتنش توی یه اتاق تاریک توی مدرسه. اون مرد در حالی که اون دوربین توی دستش بود. پلیس هم عکس‌ها رو گرفت و بایگانی کرد، ولی من این یکی رو نگه داشتم. رولاند بهم گفت تا وقتی همشون رو مجازات نکنه این ماجرا تموم نمیشه. اون هیچ وقت نتونست چیزی رو که شروع کرده بود و تموم کنه. یکی از اونا تونست فرار کنه. برد، ما باید همین الان بریم. برد، یالا دوینه، ما باید همین الان بریم. همین الان برد. پس اگه دوین مرده نفر بعدی مایی. میدونم. ببین کیسی باید تو مدرسه باشیم. خیلی خوب باشه، الان دارم میام. باشه، خداحافظ. در این باره مطمئنی؟ آره، فکر کنم میدونم چطوری درستش کنم. کسی اونجاست؟ برد؟ کانر؟ بچه بی خیال. بچه لعنت بهش. کلانتر پمبروک. اینجا چی کار میکنید؟ من اینجا چی کار میکنم؟ من پلیسم و شما ورود غیر قانونی داشتین. تو ما رو تعقیب کردی؟ تو میدونی که حق من با تعقیبتون کردم چون دارید این قضیه یه دوربین تسخیر شده رو خیلی کشش میدید. تو واقعا فکر میکنی که ما اون اذیتش کردیم یا از اون چیزی که اون بهمون گفته میترسی؟ اون بهتون گفت که من دخترشو اذیت کردم تا خودشو کش؟ تو اونی هستی که فرار کرد. اونو بذار پایین. گفتم بذارش پایین. برت بهم گوش بده. اونو بذار کنار. من نمیتونم. بدش من. بذارش زمین. که متوقف میشه به دست آوردن چهارمین نفر. خاموشش کن. خاموش کن. متاسفم، واقعا متاسفم. میدونم متعلق به خیلی وقت پیشه، ولی دوستای ما دارن میمیرن به خاطر کاری که تو کردی. اون یه مش مزخرف بهتون گفت. خدای من، شما همه اشتباه متوجه شدین.
ما اون عکس‌ها رو از ربکا نگرفتیم، باباش گرفته بود. ما سعی کردیم اون عکس‌ها رو بگیریم تا ببریمشون پیش پلیس، ولی اون فهمید و دیوونه شد، زد به سرش، اومد دنبالمون و تک تکمون رو کشت تا مطمئن بشه رازش هیچ وقت برملا نمیشه. اون از زجر کشیدن ما لذت میبرد. خدا رو شکر که پلیس سر وقت رسید قبل اینکه بتونه منو بکشه. ولی ربکا نمیتونست با حس گناهش زندگی کنه، به خاطر همین خودشو دار زد. اگه تاریخو بررسی کنید، ربکا بعد از اون قتلا خودشو کش. ربکا دوست من بود، ما همه دوست اون بودیم. لینا سیبل وقتی بهمون این گفت اتفاقا میافتاد لینا سیبل کنار وایساد. مشخصه که قراره یه داستان مزخرف از خودش سرهم کنه. اون از اون موقع منو دوستامو سرزنش میکنه. داره میاد. اون پشت سرته. بهش شلیک کن، بهش شلیک کن. داره نزدیک سر میشه. باش درو باز کن، بازش کن. برو مدام. اینجا که دیواره. ما به گرما نیاز داریم. باید برم کانه رو پیدا کنم باشه تا وقتی برگردم اینجا در امانی.
نمیتونیم جلوشو بگیریم. نگاه کن هنوزم اونجاست. زمانی که ازت عکس میگیری ازش بر علیه تو استفاده میکنه. صبر کن. چیه؟ کانر ما باید دوربینو بیاریم. باید اونو جایی ببریم که اون چیز کاملا ظاهر بشه. زود باش بریم. خیلی خوب خیلی خوب. بجام بودو. لعنتی عبسی.
زود باش. خدا رو شکر تو حالت خوبه. فکر کردم تو مردی. بالاخره تموم شد. اون رفته. اون رفته. باشه بیا بشین. مراقب باش. آروم. بهتون قول میدم دیگه نپرم وسط عکسا. باید ببریمت بیمارستان. پس تو چی؟ صدمه دیدی؟ میدونم، ولی یه کاری هست که اول باید انجامش بدم. برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید.